درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب بشه دوستان. امروز اومدم کنار هم دیگه دسر درست کنیم. دسر تو روزای گرم تابستونی واقعا میچسه. این دسر هم دسر میوه تابستونی هستش. تا آخر ویدیو کنار من باشید. همین اول ویدیو هم ویدیو لایکش کنید. بریم با هم این دسر خوشمزه رو درست کنیم. دوستان برای درست کردن دسرمون نیاز داریم به 6 تا قاشق غذاخوری سرصاف نشاسته ذرت، 2 تا قاشق غذاخوری سرصاف آرد سفید قنادی. من 2 تا آردم رو هم دوستان الک میکنم. 8 تا قاشق غذاخوری شکر یا یه دونه لیوان 200 میلی لیتری. نکنید دوستان این لیوان یک پیمانه نیست. از یک پیمانه یه بند انگشت کمتر هستش، کوچیک‌تر از یک پیمانه 250 میلی لیتری هستش. 8 تا قاشق غذاخوری شکر هستش. یه مقدار با هم مواد خوش رو مخلوط میکنم. یه دونه زرده‌ای تخم مرغ، اونم به این شکل ترکیبش میکنم. حالا بهش 1 لیتر شیر اضافه میکنم. موادم رو با هم ترکیب میکنم. حالا این مایعی رو که آماده کردم دوستان میذارمش رو حرارت تا قوام بگیره و بپزه، خامی آردام بره. بعد من قوام گرفتهش رو که به چه قوامی باید رسیده باشه رو بهتون نشون میدم. دوستان مایع کرممون آماده شد. مایع دسری که داریم ببینید غلظت نهاییش تو این مرحله به این شکل هستش. بعد از اینکه شروع کرد قوام اومدن 5-6 دقیقه دیگه بپزید تا کامل اون خامی آردا گرفته بشه. مرتبم هم میزنیم موقع پخت. حالا بهش یه بسته وانیل شکری یا نوک قاشق غذاخوری، نوک قاشق چای خود ببخشید، بهش وانیل خالص اضافه میکنیم. یه قاشق غذاخوری کره، مدام همش میزنیم کره رو که با گرمای خود مایع کرم آب بشه. کره که کامل آب شد بهش 100 گرم یا نصف یه بسته خامه‌ای که کامل به دمای محیط اومده. میبینید انقدر گذاشتم تو دمای محیط مونده تو گرمای تابستون که کاملا این حالت شورگی پیدا کرده که گرم شده یه جورایی. یا اینکه میتونید قبلش بماری کنید روی بخار کتری، بعدن داخل مایع کرمتون استفاده کنید. اونم هم میزنیم تا کامل یک دست بشه. خامه رو هم که ریختم کامل یه دستش کردم دوستان. حالا من این مایع رو میذارمش کنار، یه مقدار از این داغی اولیه بیفته، ولی هر از گاهی باید یه همش بزنیم که روی نبنده. همینطور که میخوام الان من میوه خورد کنم برای داخل دسر، تو این زمانی که بخوایم این کار رو انجام بدیم مایع دسرمون هم یه مقدار از این داغی اولیه تقریبا میفته، یه مقدارم نه، یه 10 دقیقه یه رو که بگذره از این داغی اولیه میفته و ولر میشه. حالا مایع دسرمون که آماده کردیم گذاشتیم کنار دوستان. به چه چیزایی نیاز داریم برای داخل این دسر؟ چون دسرمون دسر تابستونی میوه‌ای هستش. توت فرنگی نیاز داریم، حدود 250 گرم هستش توت فرنگی که استفاده میکنیم. یه دونه یا 2 تا شلیل متوسط، یه دونه موز متوسط و یه بسته بیسکویت لیدی فینگر یا همون بیسکویت های انگشتی که خودمون میگیم. اگه ترکیه زندگی میکنید بهشون میگن، توی معنی کلامی بهشون میگن که زبان گربه، کدی دیله. ببینید این یک بسته هستش یا 24 تا دونه اگه بخوام دقیق بهتون بگم. حالا من اینا رو خوردشون میکنم همه رو، بعد بهتون نشون میدم. به خاطر اینکه زمان ویدیو زیاد نشه من دیگه خورد کردنشو بهتون نشون نمیدم، همه رو آماده میکنم و بعداً برمیگردم پیشتون. دوستان میوامو خورد کردم، بیسکویتام هم خورد کردم. حالا کم کم اضافه میکنم به مایع دسرم. مایع دسرم کاملا داغی افتاده، ولرم شده. به خاطر
برای اینکه هم زدنش راحت باشه ما اینا رو همه رو با هم مخلوط میکنیم. من کم کم میریزم و کم کم مخلوط میکنم که راحت تر باشه. اگه همه رو یه دفعه بریزیم یکم هم زدنش سخت میشه برامون. بعد از اینکه همه رو با هم یک دست کردیم میریزیم تو ظرفای سربمون. ترجیح من یک نفره هستش، تک نفره سرو میکنم. اگر دوست داشتید میتونید توی ظرف بزرگ بریزید و به اون شکل قالبی خودتون برش بدید استفاده کنید. بعد از اینکه هم که پرشون کردیم سس گاناش میریزم روشون. ترکیب مساوی خامه، 100 گرم خامه، 100 گرم هم شکلات. گذاشتم به روش معماری، آب شده. برای روی دسرم استفاده میکنم. بعدش که همه رو پر کردم میذارم توی یخچال 3-4 ساعت کامل سرد بشه، بیسکویتا نرم بشه. بعدش هم آماده سرو و بهتون نشون میدم. بفرمایید دوستان، اینم دسرای خوشمزه‌مون آماده شد. من یخچال آوردم بیرون و فوق العاده خوشمزه است. دیزاین روش رو هم به سلیقه خودتون انجام بدید. من با توت فرنگی و یه تیکه بیسکویت دیزاین روش رو انجام دادم. امیدوارم درست کنید، کنار عزیزانتون از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. لایک و سابسکرایب به کانالم یادتون نره. کلی دوستتون دارم و ویدیوی بعد همدیگه رو می‌بینیم.